چرا آدریانو به این حال و روز افتاد؟ آدریانو یه زمانی لقب امپراتور برزیل رو داشت، یه مهاجم فوق‌العاده قدرتمند با پای چپ مرگبار که هیچ کس جلودارش نبود. اون تو اینتر میلان جوری گل میزد که مدافعای سراسر اروپا ازش وحشت داشتن. همه مطمئن بودن که اون یه روزی چهره آینده فوتبال برزیله. اما یه دفعه همه چی تغییر کرد. سال 2004 پدرش از دنیا میره و همین باعث میشه هیچ وقت نتونه از نظر روحی بهبود پیدا کنه. آدریانو شروع کرد به غیبت تو تمرین‌ها و پناه بردن به الکل. اینتر خیلی تلاش کرد بهش کمک کنه، اما افسردگیش خیلی شدید بود. در نهایت اون اروپا رو ترک کرد و به برزیل برگشت و کم کم از دنیای فوتبال محو شد. حالا تو 41 سالگی آدریانو دیگه اون اسطوره فوتبالی که همه میشناختن نیست، در حالی که مست با دمپایی و بدون پیرهن تو خیابونای برزیل پرسه میزنه مقابل دوربینا دیده میشه. نظر شما در مورد این بازیکن برزیلی چیه؟